حاجت به پنهان کردن چهره نیست. من آمدم. خوش آمدید درایید. خندینکمون به شما شوق‌آور. زیق همه زیق کرکن. چرا این موضوع شما رو ناراحت میکنه؟ جای پدرم، جای مادرم من خودم میگیرم و فرزندم رو کلام میکنم و عکس خودتون و همسرتون و گفتید نهایتا ما از نو باز یکتا شدیم. زیق شدم، گریه کردم و گفتم دعوا نکند. نکی فرزند این جنده گناه نداره. همش من بخچه‌اش بستگی، راهش نشان دادگی، نامرد پایینش پر نوزن نیست. بیننده ها رو باور کنونیم که درختن هم اگه تو میگرفتی که همین من میخوام راست گفتن گیری اگه کس گفت می گویا اینکه سیکی اون گلی بار خون با گویا من گیرم گفت می اگه کس اگر با اولین دعوتمون نه نمیگفتن بهانه پیدا نمیکردن همین نوارمون رو شما چند ماه قبل تماشا میکردید ولی شکر که بهانه ها پایان یافت ما همون انسانی که چند مرتبه دعوت و تکلیف کردیم با چندین مرتبه دعوت کردنمون یک مرتبه یعنی امروز حاضر شدن گلبار خان غفار و امروز در مهمانی برنامه ما هستند السلام علیکم حاجت به پنهان کردن چهره ها نیست من از شما شرم داشته رو من پنهان کردم چون که شما گفتید که خیلی چندین مرتبه اما خیلی وقت میشد السلام علیکم محمد خان السلام علیکم سلام ماید برآمدن قریب همه خیلی وقتا میشد که باور کنید یا که همون وقتی شما یافتگیتان من به طوری نمی آمد یا که من وقتی که شما به میگفتم شما نبودید می چه خیلی یک عجایب وقت و زمان اینم نصیب میگوید همین نصیبش همین روز بود است اساسش همین که من آمدم من آمدم وای وای من آمدم بینیاد دوست میدارم این سروده از اونی گوگوش بله از اونی گوگوش از اونی گلوش شده گازه کدام معرکه به نروم یا نگون شب نشینی دوگانه ها کتی میگنجر نروم همین در بدر آمده همین در میکشمو یکم سکپی من یکم آوازی من همین کتی من آمدم وای وای گویم خوش آمدید درایید میشد چون که از همه دیر میرم هم با همه اوج شیشتگی این یکم نویگری نیست امروز از نویگری سخن میکنیم خوش آمدید سلامت باشید خوشبخت باشید امروز صحبت ما صمیمی میشود چون دیده ایستادم تابی شما بالیده است و حرکت میکنیم که با صحبت امروزه تابی بینندگان رو هم بالیده سازیم و هم از نوگانی های حیات شما زندگی شما آنان رو خبردار سازیم البته منم باور دارم که از هم برنامه بهترین برای شما برای تماشابینان شود و خیلی که میگن همون آرزوهایی که چندین وقت داشتید جامعه عمل باشد بگذار خب اما چند روز پیش با همکسب شما با دوستی نزدیک شما سلیمان جان سیدغازی یک صحبت داشتیم تماشا کردید بله تماشا البته یگان کمبودی نبود چون شما متخصص این ساحه نه یگان کمبودی نبود لیکن همین که وقتی که یک از گیریه کردن در برنامه شما باور کنید برابرشون منم سالی زیق شدم گیریه کردم و گفتم شاید که در برنامه همین باید شود بود نمیدونم از حسابی چی لیکن از چی که کمتر سلیمان جان چندین سال وقت چندین سالها گویم 2 سال زیاد باز در تاجیکستان هم نبود برآمد نمیکرد میرفت می آمد برای همین کمتر پر شدگی بود همون پر شدگی بود شما لیکن همونه لبریز کننده پیشکش کردید خوش رو بهترین برنامه بود تمام معقول شد پسند آمد لیکن یک تا جاش معقول نشد که وقتی که گفتن با تئاتر استودی خانیکمون کار نمیدارم گفتم چی گفتم که الان اونجاش کمتر زیق شدم و الان اونجاش گفتم انشالله خدا خواهد حالا همش در پیش محمد خان خیلی که من روسیه رفتم و کنسرت تشکیل کردم خانیکمون گفته مقیم جان و در همین جا از همین جا قطعی مقیم جان رفتیم لیکن سلیمان جان رو از روسیه از مسکو یافته همونجا قطعی کردم برنامه با همونجا همون ما یکتا شده حاضرم نقشه دارم که همین سلیمان جان که مقیم جان گروه همو با یکتا شود چرا یکتا نشده ایستاد است؟ نشده است
Ногапи сар задааст? Не, ягон хел ногапи нест, чунки мо айби маблағ 2021 дар Москва будем. Хуб. Як ҷой барнома кардем, як ҷой концерт гузарондем. 10 рӯз мо як ҷой дар як хона хобидем, дар як ҷо нишастем, хестем, як ҷой наҳорӣ, нисфирӯзӣ ҳамаш як ҷой буд. Ягон хел чӣ гӯям, ҳамун чизҳое ки буд он вақте ки ман рафтам, он вақте ки Сулаймонхоҷа рафтанд, он чизҳо умуман сари гап баям набуд, сари дастурхон баям ягон хел ихе гапо набуд, ягон хел нофаҳмӣ ёки хафашавӣ набуд ва вуҷуд надорад то ҳозир. Намедонам аз ҳисоби чӣ? Айби маблағ бошад? Маблағи чӣ? Умуман даромадӣ. Маблағо рафт. Маблағо ҷошба расид уже. Маблағо инҷоба ягон чӣ гуфта намешавад. Маблағ инҷа маблағ не. Хуб. Инҷо чӣ гӯям? Чӣ ба Сулаймон напурсид дар худаш? Чӣ гуфта намуна? мо дар қисмати дуюми барнома ин албатта барои бинандаҳо як сюрприз хоҳад гардид ки барои чӣ Сулаймон рафт, чаро бар намегардад, ин боз муфассал суҳбат ҳаст. Вақте ки мана мепурсидам чӣ ба шумо рафтид, мана баъд аз чандин вақт омадид гашта мепурсанам мана шахсият ман худам чандин бор маротиба ҷавоб додам ки вақте ки ман оиладор шудам, камтар оилакитибанд шудам, якум сабабе ки ман аз хандикамо рафтам, хостам оили худамро барпо кунам, оили худамро чихел ки мегӯяд мустаҳкам карда, як роҳи аламин чорчоби чихел мегӯяд оиладорӣ ба монда. Баъд ин тараф лекин ҳамун ҷанбам дар ҳамун ҷая ман корамро напарофта будам, бо театр студии Коно ва Доно баромад мекардам. Лекин мана ҳозир мана худо ба шукр мана моҳи декабр ба худо хоҳад иншолло 2 соли пурра мешавад ки бо театр студии Ханникамон боз як ҷоя кор карда истодаем. Лекин ҳамун Сулаймонҷоно намедонам Маҳмудхон. Ҳамун ба гуфтам ки чӣ ба ми саволо шумо надодид? Чӣ ба ми савол нашуд? Гуфтам ман ҳамҷа ҳайрон шудагӣ будам. Қабул. Шумо кунҷков ку? Шумо гуфтед тамошо кардам. Қабул. Тамошо кардед. Мухоботашро хондед, як комментариҳоро хондед ё не? Хондам, бале. Хуб, модоми бисёр одамо мухлисони Сулаймонҷон, асосан мухлисони умуман театр студии Ханникамон навистиянд ки Сулаймонхоҷа вақте ки шумо будид Ханникамон зеботар буд, хушрӯдтар буд. Ман озу Гулборхон рафтам боз омадам, мана чӣ хел хушрӯд шудагӣ, як ҷо шавед. Бисёри агар ҳамту нигоҳ кунӣ комментарӣ 70% ба фикрам оне ки фақат бо ҳамроҳи Ханникамон бошиду баромад кунед. Ҳатто зиёд. Агар хато накунам. Бале. Онҷо мара худатонам хонда гузаштед 70% гуфтед ва зиёдтарам. Ҳатто баъзан нафарон навистанд ки ин сухани ман не, пешагӣ мегӯям. Мақсад ман намехоҳам ки аз ин сухани ман аъзоён ва кормандони ин театр хафа шаванд. Онҷо бисёр нафарон навиштанд ки Ханникамон бешумо шавқовар не, Ханникамон бешумо ранги дигар надорад. Агар мо содатар карда гӯем ба қавле интересне не бешумо. Шумо ҳамчун аъзои ҳамин театр ба ҳамин фикрҳо чӣ ҷавоб медиҳед? Ман розӣ ҳастам ҳамин гапба. Шумо розӣ? Бале. Чӣ багӯед Маҳмудхон? Бинед. Дар ҳар як коллектив гӯем, дар ҳар як коллектив умуман дар ҳамчӣ бигирем театри мо, ҳар як ҳунарманд ҷои худашро дорад. Дуруст. Сулаймонхоҷа ҷои худашро дошт. Муқимҷон ҷои худашро дорад. Ман ҷои худамро дорам. ҳеҷ вақт Сулаймон бошад онҷо манро мекавад, агар ман онҷо бошам Сулаймона мекаванд, агар ману Сулаймон бошим Муқимҷона мекаванд ҳама. Яъне бинандаҳо. Мухлисо, бале. Бинандаҳо мегӯянд чӣ ба ваё набура омаданд? Чӣ ёқати набуданд? Ва ё чӣ ба наистиянд? Албатта чӣ хел ки мегӯянд ҳамин мухлисони азиз, ман як чӣ мегӯям ки ҳар як тимо алоҳида мухлис дорем. Алоҳида нақши анамун театр студии Ханникамон ба ҳама мо алоҳида чӣ ки мегӯяд як изюминка гуфти рӯсо ки як изюминки худро дорад. Муқимҷон изюминки худашро дорад, ман
انی خودم را انی سلیمان جای خودش را وقتی که ما سه نفر یک جای کار میکردیم و یک جای بودیم این کوکتل میشد وقتی که کوکتل میشد و ظریف میشد همین خیلی برای همین مخلصا این چیز را دیده عادت کردگی فهمیدید وقتی که سلیمان خوجی خودش را تنها میبیند میگه که اگر مقیم جان گلبارم میبود با خوشروتر میشد عجایب میشد اگر مقیم جان خودشان برآمدش ببیند میگن که اگر گلبار سلیمان میبود بود دیگه چون که ما آدما چندین سال چندین وقت ما دل مخلصا به سه کسا کار سر کردگی همین سه کسا ما دل آدما به مخلصا به سه کسا در آمدگی سه نفر همین سه نفری خانی کمان همین خیلی که میگوید دل مخلصای یک جای ما همو میافتگی قبول در صحبت ما سلیمان جان گفتن که من بر نمیگردم شما باور دارید که بر میگردن برمیگردونیم خب در حرکتی همین قبول اگر رفتو برگشتند تئاتر استودیوی خندین کمان رو مثل اوله بیننده قبول میکنن البته چی بنه قبول میکنن البته چی بنه این وابسته از چه از نقشایی که ما آینده بازی میکنیم ما مقیم جانم گم کردگی نه فهمو چهره شون رو سخناشون رو انمون می نویستگی بسیارتر همین همه صحنه مقیم جان می نویسن همین خیلی است برای همین سیناری که وای کس می نویسن برای مخلصان ما پیشکش میکنیم من باوری 100% دارم که مخلصان دلش باز آینده هم خیلی میویم و خدا خواهد انشالله خرسند میکنیم گلبار بچه وابسته به همین موضوع وابسته به موضوع حج یک سوال دیگر رو پیشنهاد کردنی هستم بعدا میگذاریم بایسته به دیگر موضوع ها شاید تا گوش شما هم اومده رسیده باشد که مثلا خنده که ما مثل پیشترنه جوانای نو برآمدن الکی جوی و اونها رو گرفتن و نمیتونن مثل اوله باشد نمیتونن مثل اوله خنداند به همین فکر و اندیشه ها شما همچون متخصصی ساحه حج و همچون اعضای همون تئاتر چی جواب میدید راستی گپ من این گپای از اشما شنیدم نشونیده تو نه تا حال نشوندم چون که بعد از آخرین کنسرتی که ما گذاشتیم 20 سالگی تئاتر استودیوی خندین کمان گذراندیم آنجا شما هم بودید البته بعد از همون برنامه مهمی بود چندین مراتب دیدم چندین کس رو دیدم بعد از همون برنامه پرسیدن که 20 سالگیتان به نهایت خوش رو زیبا گذشت چی به همون وها نبودن فلانچی ها سلیمان جان فتلاک و کریم جان چی به وای کس نبودن گفته چندین کس پرسید بعد همونجا ما سوال دادم که عموما اگر گیریم همین کنسرت ما برنامه ما معقول شد شما بگفتم وقتی گفتم که ها کنسرت خوش رو بهترین زور ما مردیم ما خنده لیکن اگر هموها می بودم با من میدانم که زیباتر و خوشروتر و با خنداورتر میشد اگر سلیمان خوجه می بودن کریم جان می بودن انمین وقتی که نو میشد که زور بود نو لیکن انمین چیز مرا میکشد همین پیوندک ها شما رو ناراحت میکنن بله لیکن یکم بار من نشوندم که پیشتر با این خاندان دوستگی هاتون نه پیشتر با این برآمدانه من راستی گپ نشوندم نه و این چیز رو خودتون هم احساس نمیکنید مثلا نه خب شما برای چی میدونید چون که وقتی که من صحنه میبرایم اون خنده که در همون گفتی که ژوی میبینی که ژوی امین وقتی تلویزیونی برآمد دیگر چی وقتی که در صحنه من میایستم با انمو تماشابین ما کانتاکت میگه در کانتاکت دارم و گپ میزنم و هم میخندن اگه چیز سخنای میگیم و میخندن من در همونجا میفهمم که تماشابین ناز قبول کرده است تماشابین حجم ما رو فهمیده است خندیده است و با آنها معقول است همین چیزا من درک میکنم میفهمم گلبار بچه برای چی وقتا آخر بسیار گریه میکنید
گیره کردم؟ بله. در کجا؟ من بارها مشاهده کردم. در کجا؟ یعنی خنده کردنتون هم آسان، اما چندان گریه شما، اشک شما اومدنش هم آسان. خیلی. کجا بودید گیره کردی من؟ در کنسرت گلستان دیدم. در هر سیانس شما گریه میکردید. خب. خب. اون دلی صنعتکار نازک است. بینیان نازک است. یادتون بیارم خب. که مثلا در کدام قسمتی کنسرت شما گریه میکردید؟ سردی درباره شاور میخواند. یا مرد باید مرد باشد. درباره مرد. چرا این موضوع شما رو ناراحت میکنه؟ هم تو زمانه نگاه کنید. خب. من از خودم نیو. خب. من این چیز رو چیکار کردم؟ خودم برای خودم من یک چی کردم که من هم زن هم مرد هم طرف من خودم هستم برای فرزندم و کوشش میکنم که فرزندی من یگانه فرزندی من از یگان چی کمبودی نداشته باشد. جای پدرم جای مادرم من خودم میگیرم و فرزندم رو کلام میکنم و بابایی میرسونم انشاءالله خدا خواهد و البته کوشش میکنم غیرت میکنم برای یک فرزندم. من برای همین سرودی وقتی که گلستان خواند مرد باید مرد باشد، مرا میخواد چیکار کنم زیق کرد که حقیقتا چی که نباشد تو ده فرزندت است، تو نگاه نکن زنت به این زنت برو ما رفتیمی نکی فرزند اینجا گناه ندارد. درست. تو باید فرزندت رو نگاه کنی، باید فرزندت به پرسی که اقلا پرسیدن دکار که بچم نانی خوردنیت هست، چیزی پشتنیت هست، مکتب بگون کامودی نداری و مرد بیکار با مرد گفتگی نیست. وقتی که مرد شده برآمده میرد رسی یکی برآمده میرد دیگر زن میگیرد و زندگی میکند و فرزندی خودش رو نگاه بین نمیکند و یاردم نمیتد و مرد نیست. اون من مرد حساب نمیکنم. انا همین زنها بسیارتر یک دوست دوگانه هم هست، چی هست شناسا هم هست. انا موها در نزد چشم من نظر من میبیاد زیق شدم جانده سنی چندی مراتب اگر دیگه باشید همونجا گیره کرده بودم. راست. این عشق برای دوگانه هایتون بود؟ نه برای اون زندگی حیات. در بالا قید کردید که من حرکت میکنم که برای فرزندم هم مادر هم پدر باشم. بله. تنها مادری کردن شما مسئولیتی مادری شما ناکفایگی کرده شده است؟ البته پسر بچه است، پسر است. من آینده مرد رو چخیلی که میگه تربیه کردوسیم. برای همین وقتی که دختر بچه از پدر نه اونقدر چخیلی که میگن زویسیم، نه اونقدر وابسته به پدرش، لیکن در کارو لیکن حیات دختر به نه. من باوری دارم که اگه همین زنهایی که دختراشان رو خودشان کلان کردگی علمی کاری خونه یا که اگه چی باید زن من کاری زن میتونن به مرد هم کلان کرده بابای رسانده میتونن. لیکن وقتی که پسر داشته باشی مادر دیگرو پدر دیگر چی ممتون. این اکو وی من فکری شما؟ فکری من. چند پیش در سامانه‌های اجتماعی خودتون یک عکس موندید و اونجا نوشته شده است که دنیا عجیبه بوده است، نمیدونی که در حیات تو بخت تو چه خیلی آدم وا میخورد. خدا انصاف دهد به مردی که خودش رو مرد میگوید. راست؟ چرا یک بار این گونه نوشته شد؟ شما همین کپوی من که راضی نیستید با فکرم ها؟ مایلش شما من فهمیدم شما از طرفی مردهای گرفتید. نه بسیارتر مردهای چی با مردک فقط مرد خیلی وینه گفته. من نگفتم که همه مردها نامرد، همه مردها مردک نیستن، نگفتم. هستن که در همین زندگی در حیات در همین نه تنها در تاجیکستان در دیگر دولت هم در روی عالم در عالم عموما مرد و زن همین پرابلم دارد که
مردش هم است نو مردش هم است زنک زنش هم است نو زنش هم است این گپی بچم قبول دیروز یک چی گفتگی بود پسرچم گرفته ندادم خب خلاص یک مغازین یافت همون یک تا پیستولتی هم کالونی هم تیر دارک بود است دیگه یک آنجا نیست همون مغازین با دو بار رفته همون مغازه محکم همون پیش بانیتسه با بچه هم دیگه جایویم پنجشنبه برد منه من خطا نکنم 12 سال پنجشنبه نرفتگی آدم برای پسرچم پنجشنبه رفتم رفتم نیافتیم وای پیستولتی خیلی اوهانی کالونی تیر داره خلاص بعد از 4 روز 5 روز رفته همون مغازه گرفتیم لیکن همون وقتی که من نگرفتم و همون وقتی که ما کوفتکوف بودیم پسرچم صورتی من در تلفنش موندس بالوش به نومرد پایینش به نوزان نیست من بچه‌م چی خنیستی گنگ شما نوزان گپ تنان نیست دید من گفتم من نومردش میدونستم نوزنش حتما نفهمیدم انا خیر خب یاد دارم چند دقیقه در اینستاگرام خودتون یک عکس مونده بودید عکس خودتون و همسرتون و گفتید نهایتا ما از نو باز یک تا شدیم چی معنی دارد ها رکلام بود رکلام بود رکلام بود خدا بشکر چرا همه چیزی شما میبینید میوید با من گفتم آیلوی چیزایی میپرسید میگم نه گفتید نه همون چی معنی داشت بیاید مفصل فهمونید چند وقت بود که مثلا بیاید گلبار بچه چند وقت بود که از هم دور بوده شاورم کردی بله ما حضورم دور هستیم کی گفت که ما نزدیک و در مسکو من در تاجیکستان ما حضورم دور هستیم چرا دور چه گم یک چی میگم که وقتی که شاورم کردیم من ما جدا شدگی نیستیم ما اکتی نکاح تا حاضر داریم فرانسوز که رازود میگه چی میگه پروستا خانم آلایده و یا خانه خودشان انده من خانه خودم انده همه خیر یک تا چی که یک 2-3 سال موقتی یک جای نبودیم 2-3 سال 2-3 سال بله 2-3 سال یک جا نبودیم و برام رفتم بعد باز آمدن باز بخشش پرسیدن یادتان باشد برنامه 1 اپریل زاد روزم خب همراه رفته بودیم نزد شما با همونجا سیم کارت گم کردیم با تقدیری همون سیم کارت چی شد یافته؟ نه نیافتیم ناف کردیم باشد دوام میده ناف کردیم و سرما با پرابلم ساختیم وقتی که همونجا ناف کردیم سیم کارت موندیم و یک روزی دراز به سیم کارت بودن که ما بانک بودیم که زاد روز کردیم بله ما پگاش برافته گرفتیم سیم کارت خب پگاش برافته گرفتیم سیم کارت انا این چیزای ویدیوی فوتوس کیتونم همون وقتا بود موندگی بودم یا تی بلو گفته یا تی پرستیل گفته دیکو بخشیدم بعد از یک روز رفته سیم کارت گرفتیم و تلفن با که موندیم یک خل تلفن شد یک خل نوشتن شد انامون یک اویل وایران کن گفتی مخیم جان که خانه سوزک یک خانه سوزک هست مبایننده انامون یک خل تلفن نویس بعد نگاه کردم که روسی و گرگی و صحبت کرگشتیان با تلفن کردوسیان با گاب زدوسیان من گفتم شما همان بخشش پرسیده آمدید من شما بخشیدم شد تمام همش من بخچهاش بستگی راهش نشان دادگی من با تو دکار فرزندم دکار گفته آمدید این با چی گم اشتیانم خیلی باز همه خیلی شد که باز باید رفتم خب گفتی تاجیکا که باز باید دیدی که نشد ممکن رود دیدی که نشد ممکن رود تم شد این
به شما گفتم انتخاب من وای دفعه انتخابی شما گفتم من برآمده رفتم ها خانه خب وقتی که ما خانه سازی که یافتگی بودن گفتیم خب ای خودشان 12 سال کلان من نمیدونم ای حسابی چی و یافتگی و ای حسابی چی و قاپیده گرفتگی خیلی خلاص خدا همش به خودش انصاف داد خدا خودش همش گفتی و که نشان میداد بعد من برآمده رفتم باز آمدن و باز رفتن من خیلی با تلفن بازی خیلی من گفتم خیلی بینید گفتم من چخیل که آچی خدا رحمتی فقط میگفتن دخترم مرجان کچبه نمیموند باز مرجانه گرفته درونی همون چی ببای خوز موچوق میکنم چیه قبول میخوام گپ است کو درونی همی بابا چند بار بخشیده چند بار امکانیت داده 5 بار 5 بار باز امکانیت میدید نه تمام من داشتم خسته شده نه با اون نفر نکاح دارن و زنی قبول کردن یعنی یا نه کیا همون نفری که شما در نظر دارید نه ندارم یعنی رسما به زنی قبول نکردن نه ندارم گفته دیگر نمیبخشم بودم که شما دیگر نمیبخشید امکانیت نمیدید تقدیر خودتون تقدیر حیاتی شخصی خودتون چی میشه گوهر چه گوه همین فکر به سرتون میاد که رفت و پسرم کلان شد یکی دعوا نکند نه بچم علاقه اوزر کلان اوزر زمانه فرزنده بچه ها باور کنید همین 7 ساله ایسی علاقه دیدارش گبزنیش فکرش من آدمای کلان با این گام میزند بعضی این بچه فخر میکنم فرق میکنم بسیار هم خیلی چیزاش هست من فرزندی منم بسیار سوال میتیم بچه جان بناگو تو دادم خیلی کروسیان زیق نیمی تو دادت جیز نمی قطعی یک جیز زندگی کنیم میگم میپستم فرزندم فرزندم بسیارتر میگد که نه اویا چه بده کرمو با من میدونم منفیتی خودش با میگد چون که وقتی داداش موقعیت زندگی میکند بسیار چیزای وای با اجازه نمیتیم من یکم تلفن بازیش با وقتش با شیشتا درس تکو میگن درس میکند بسیاری چیزای وای میکند برای همین ممکن وای میگد که نه اویا ما دادم چه بده کار نه میگد لیکن بعضی وقتا میشد که وقتی که من دیگه خیلیش میپرسم و چی میکنم فرزندم میگه که خودت هم میدونید اگر خواستید جیغ زنید میگه بیان زندگی کنم موقتی میپرسم خب شما گفتید نمیبخشم امکانیت نمیدم اگر رفتو همین مناسبت شما مناسبت اویلوی گوییم مناسبت زن و شوهری کلان پایان یابد شما دیگر اویله نمیکنید یعنی اویله دار نمیشید دیگر کسبه؟ بله چه اگه تو نقدش همی؟ اگه تو میگرفتی که همی من میخوام راست گفتن گیری اگه کس گفت می؟ گویان که سیکی همون گلی بارخوام با گوی من گیرم گفت می اگه کس راست گفتن گیری دکو من اینه بیکار به سوال نمیتید شما اویلو میکنید می نمیگفته گفتن گیری شاید من تقدیر جمعه میشم مثلا کی میدوند گفتن گیری اون تا همی؟ هست می؟ شو میکنم خب من بدانم که شما بچه نغز میوید مرده که نغز میوید شما من باوری دارم شما فهمیده استاده دانسته استاده من چه خیل شما من بسیار تر میدونید من به شما همین به نگاه کردم من به مرده که نغز افتگی من باوری دارم روزی قبول سلامت باشید گاه همین تنها بودن و تنها مانه شما رو ناراحت میکنه اما زیر من دروغ گم که نه ناراحت نمیکند گم دروغ است میخوای از من راست شو گم که ها ناراحت میکند میخوای گم
таки дар ба одам пур нашавад бо اینا تنها بودیم اینا زیغ بودیم گفته هم باز ما اویانده از این سوال با هم تو گذاریم هم خیلی تمام تاکی در بسانه یا کوچه اونده گذاشت سگینده ماشینه تو ماشینی داشته نه شما خودتا تنها زیغ بودید اینجا بید گفته خدا با شکر معلش شکر درباره خونه سوال گم شد نه سوال باور میکنید اگر اینجا تا سحر نشینیم برای شما سوال تمام نمیشد رحمت یادم هست ماهی شریف رمضان بود با توفیل صاحب خانه شدنتون ما رو با یک پیاله چای دعوت کرده بودید افطار کنان کرده افطار کنان بله همراهی چندین از اعضایان شو بیزنس گوییم مهمان شما بودیم خانه مبارک باشد یک بار دیگر اینقدر سراسر کشور فهمیدن شنیدن که شما با شرافت یک صاحبکاری موفق کشورمون صاحب خانه شدید اما کسی ندید است تا کنون خانه شما رو بسیاری کس میگن گفت دروغ ها بسیاری کس هم سوالم داده که من با شما دروغ گفته گیم و شما بخوان داده که نه دروغ وکر گیم گفته نه چه دروغ راست گم چه بخوانتان نشان ندادید که میگه امی سوال شما همه چندین کس پرسید راستی کب خیلی چی گم نه من صاحب خانه شدم همه با بایا بار دیگه میگم چیزی که گفتید صاحب کاری بهترین انسان بهترین مرد بهترین فرزند ملت اونی که با همه یاری خودش را به همه رساندگی و باور کنید بچه یک خاکسار مهربان فرهنگ دوست و بچه است اکوی رحیم بابا جانف و کس خانه توفه کردن از کجا میگرفتن من گفتم وقتی که من در خوجان کار میکنم و فعالیت میبرم من از همینجا گیرم بهتر چون که جای کارم خوجان دست گفتم و گفتم اگه خواستی در دوشنبه نه گفتم اکل جان همین اسفر خوجان میگیرم چون که خانواده من در اسفر زندگی میکنن کارم در خوجان برای از خوجان گرفته دادن بعد از اون خانه که ما ریمون کردیم و در اومدیم من افطار کنان کردم شما من دعوت کردم چندین تا فرهنگچی و چندین تا صنعتکار و دوست و دکانه هم خشت بارو اونجا بودم گذراندم و وقتی که من خواستم به خانه خود دعوت کنم اونها گفتن که بیا که ما 8 ایتاژ نبریم بهترش همین یگان رستوران می کافه بکنی از همه خیلی موده کرگی بله بویر کوونه هم خیلی میکنن افطار کنونه بیا هم خیلی کنیم گفتم خمانش چیکش من گوید گفتم هم قطعی یارو دستای دوگانه مصلحت کرده همونجا بکرم همونجا گذراندیم و چندی کس آمده رفتن خانبه در اومدن دیدن و کردن لیکن شما در نظر دارید که ثبتش نیستن خانه بله در یگان نوار یگان عکس نیست که مثلا گوید که مثلا همین خانه یک چیز دیگر تا کنون کسی ندیده است درست همون خانه رو یگان نفر آخرون دو تا سیامکه سرچم ما کردگی در خانه سیامکه برای اینستاگرام بله سرچم ثبت کردگی قبول لیکن یگان ژورنالیستان یگان روزنامه‌نگاران نه آمدن من راستیگه وقتی که با بریجینی صبور این چیز رو موافقت کردیم بریجینی صبور به من بسیار یاردمی امین 100% یاردمی که کلان کردگی این بریجینی صبور است چون که من صاحب خانه شدگیم انا همین اساسی صاحب خانه شدگیم این بریجینی صبور است و در اونجا موقتی مصلحت کردیم که همراه اومده باز نوار گرفته ما ثبت کرده پیشنهاد میکنیم این چنین با ارزی ایسایف که در شنبه و یکسم زندگی میکنن و یکسم آمده یک جای ثبت میکنیم و این چیز رو بعد نمایش میدیم گفته بودن راستی واقعا هم سرکار شدن کارشون بسیار شد آمده نتونستن برای همین تا حال همین چیز رو ما ثبت نکردیم ما آماده هستیم امکانیت هست رفتیم
نه الان روز برنامه همونجا گرفتم در همین صحبت در همین نوار پیش اینقدر بیننده ها که الان ما رو تماشا کرده ایستادن وعده میدید که مثلا همین هفته دور نمیمونیم کدام روزی که با شما خلای باشد همین هفته شما اجازه میدید امکانیت میدید که ما با کامera رویم خانه شما رو ثبت کنیم با شما صحبت کنیم و بیننده ها رو باور کنونیم که درختن هم همون صاحبکاری موفق به شما خانه تحفه کرده است وعده میدید وعده میدیم چی بنی مرحمت ها قبول خب بابت خانه من پرسان شوم مبلغ خانه رو دادن یا اینکه خانه حجت خانه یا اینکه خودشون خریدند و چه خیلی همین صورت گرفت مبلغ خانه رو دادن مبلغ به دستتون دادن نه وقتی که ما همون صاحبکار کتی گازنون کردیم صاحبکاری همین دم فروش کتی وقتی گازنون کردیم نرخ نوشا گفتیم بعد با باریدینی صبر آمدن همون خانه رو وقتی که پول رو روی کردن یک جا رفته گرفتیم خب الان مناسبت گفتشونی دارید با همون صاحبکار رحیمی خرمی راستی تا دیروز بود از کمتر همین چیاشون بسیاری خدا بسیار تاجیکستان و نمیستن اون طرف میرن اونجا میرن آدمی که صاحبکار هستند باز ما یک چیز فهمیدم که وقتی که انا همین یاردم میتن و چی میکنن بعد دوامش رو باز همون تلفن کرده چوکری چیزی موندی چی خیل شدی چی کوکری شون نیست اما آدم هم خیل چی میگن خیر میکنن و یاردم میتن و دیگه دوامش خیل پرسیدن و خیل چیزشون نیست وکسه خب خبردار هستید که مثلا همون خانه با چند پول خریده شده است و یا مبلغش من بفرستاندم با شما بله چند پول مبلغ خانه گفتن نکن چرا ضرور چند خانگی؟ دو خانگاه 70 کوادرات 70 کوادرات بله چند پول بود نگیش؟ و کروبکا بود خب حوزه تلفن شدگی بود خب و کروبکا بود راستی 40,000 شد 40,000 دلار ایالات متحده آمریکا بله 400,000 سومون 400,000 سومونی قبول خب برای گویم آرا دادن برای نقش نگار برای ریمونت گویم اگر ساده تر کرده همه خرچ از حساب خودتون بوده نه همش در نیم بابا همش داخلی هم بله شما تماما مبلغ خرج نکردید مبلغ خرج کردیم برای خانه گارنیتورو برای زال دیوانو شکافو هم چیزایی گرفتگیم خب همین چند سال برای خانه شما تنقیزی میکشید چند سال بود چند سال از زمین آمدم 23 سال 23 سال هشتم آشانه الو بله خدا به نزدیکتر گفتم خدا به نزدیکتر بهترین لیفت معما کار میکند یک تا خدا میبادرات خلاص ابوبکر دویم ریس کردی یا با یکم ریس که میرد من دویم کردیم خیل یک خیل وقتا بیا پیش درایت کی یکم میبرد گفته بسیارتر دیدوسو باشیدگر سالی فربیت شدگی بچی منم چند دیگه بینم کامنتاری بنویسته است که فرزندتون یگانتا زالبتید کلان شده است فربیت شده است گفته نیست است خودی که واقعا بعدشته گشته از باینه بابکه من گفتم بسرم همه بخیلی کرستو بگفتم وزنت با بیا گفتم ما یکم میتاز من لیف بمیشنم تو برابر من لیستی تکتی میبری کنی کدام ما یکم میبریم گفته یکم خیلی بازی میکنم که بسیارتر حرکت کند گفته بله خب بابت حرکت حرف زده ایستادید مثلا باور میکنید من خودم بارها شنیدم اگر برآمدهای پیشینه خندینکمون باشد میگفتند که اینقدر گلبهار مثلا فربهک باشدن ولی خیلی چست و چالاک است خیلی سر حرکت است ببینید مثلا انسان‌های عادی اینگونه حرکت کردن نمیتوانند اینقدر دوتاس کردن نمیتوانند امروز همون برای دوتاسا مشکلی نمیکشید میکشیم چه با مشکلی میکشیم مثل اوله نیست ها سینو سالا کو رفته ایستاده است ویس هم کلان شده ایستاده است مشکلی میکشیم وقتا چیکی محمود خان همین صحنه یک چیزی عجایبی خود رو دارد صحنه بزرگ دیگر جای بزرگی است برای همین
نیرو میدهد یک قوت میدهد باور کنید همون وقتی که ما صحنه میبرم درد پوچک درد سر درد دست درد چی همش کو نیست میشود نیست میشود پاریده میگردم داویده میگردم لیکن بعد از کانسرت گفتی وای که لیسنیسه با زور پوچک میمونم مدرم میگم که اینه بینتم همین قدر صحنه با اوزو پاریدگاش لگی لیسنیسه با زور پوچک میمونده تو همه خونه با واوت میکنی میگم نوزو تا همین خونه با میکنی صحنه با پارده میگردی کو میگم بسیاری نمیدونم میگم چی هم خیر مادرم چندین بار این چیز دیده که من نمیدونم چی با صحنه با من خیر سبک اسم میکنم خودم رو هم دستید پاریده میگردم داویده میگردم رقص میکنم اسم میرم اسم صحنه خودش یک عجایب چیزی بزرگ است ولی اینه گفته نمیشد اینا ما شما گفته نمیدونم شما چه که کامری بین که قوت میگیرید می کامری بین که سوال های نبودگی میبیاد با گفته گپ انا همین چیز خب شکرم خانه هست بله خانه خودتون براحت کی وقتی که مثلا خواستید میروید کی خواستید میبروید شکرم فرزند هست خیزید ما خانه میفروشیمش نیست همین گونه معامله بوده خیزید ها بسیار آخر آن وقت بسیار هم خیلی بود حالتایی میشد که مثلا برای اجاره پولی سرسام میشدید حیران میشدید یا خلاص میگفتن که 3 ماهیته یا که 2 ماهیته میگفتن 4 ماهیته میگفتن ما عادت کردیم که هر ماه میتیم گفتن با می اومد که یک بار 2 ماه 3 ماه شده میگفت آن نمیداویدی گجه پویا و پولش تیم گفته یا خیزید میگفت پولش داده نمیتونید میخیزید و فرقش نی بهار زمستان چرما باران برف فرقش نی پولش داده نمیتونید میخیزید خیالاتو هم بسیار بود قرض میگرفتید قرض میگرفتم بله یا خوننگی قرض میگرفتم خدا با شکر پدر و مادرم هستند دادرم هستند یاردم میداد یا که از کارخانه قرض میگرفتم خیلی زیادش تا چند پول قرض دار شده زیادش بله 10,000 سامان 10,000 سامان برای صاف کردن مثلا تنگسی نمیکشه نه چون که هر ماه من میتونم میگفتم وقتی که معین وقتی چی میتید من میتونستم همون چیز رو ده چون که هر ماه نقشی خودم داشته که من میدونم که حدودی 500-600 سامان من همین داده میتونم من خیلی کتی گرفتگی بعد هر ماه خیلی معین مبلغ جدا کرده مونده میدادم قبول خب من که در بالا خرید کردم من شکر که امروز خانه هست فرزند هست شکر که سلامتی هم هست البته خدا با شکر چی نمیرسد با گلبار غفور چی نمیرسد؟ بله یا کی نمیرسد؟ المی کیش ناز بود باشد کی نمیرسد؟ کی نمیرسد دیم کی نمیرسد کی نمیرسد؟ کی هیچی همه چیز میرسد همه چیز بگیریگر نه فکر کنی خب خدا با شکر همه چی دارم یک من از صحت سلامتی پدر و مادر دارم دادر دارم فرزند دارم چه که میگه زندگی تاتکا ماشین دارم شکر خانه دارم شکرانه همه چی دارم محمود خان فقط کار کردن دکارو خیالم با یکون چیزای ناو یکون چیزای اوزر نگاه کنم طرفای دوشنبه دیگر جابه رستوران به شب نشینی و همین خیلی چیزای تشکیل کرده وقتی که چی میکنن رستوران چی میگه کلوبی همین واقع شده کن من طرفی TNT Москва بینید کامیدی کلوب کامیدی کلوب کامیدی کلوب که در
میشنن اگه چی میخورن و خانده کل میشنن خوابه می جنبه همین چیز شود گلباربچه برآمد کرده ایستادید سرود میخونید میخندونید اما تا کی دوام میکنه با فکر خودتون با طرفدار که مثلا شما 100 سالهای دیگر در صحنه باشید خندونید سرود خونید برآمد کنید نقش آفرید با طرفدار اما مثلا گاه همین فکرها به سر خودتون میاد که من زن هستم سن و سالم کلان شده ایستاده است تا کی من برآمد میکرده باشم تا کی من میخندونم سرود میخونم نقش میآفرم همین فکرها گاه به سرتون میاد راستی امتى نيجو كونيد معلمة من سايرة ميسويبا خب چند سالش دامه کس از هفتاد گذشته نه؟ بله بله 75 یا 76 اگر خطا نکنم من معلمه تا حوز را کار میکنم بله تا حوز را ایجاد میکنم تا حوز را شاگرد تیار میکنم صحنه میگذارانم صحنه میمونم در تئاتر درست اکنون من چی گم شما با فکرای چی خیلی بیاد وقتی که کسب خودت رو دست میداری کسبت رو پیشتر میمونی از حیات خودت اون من میخوام اثر هیچ وقت آیندهش اوی نمیکنی که من تمام بعد 10 سال من بحث میکنم یا که بعد 20 سال من بحث میکنم چند که وقت شود چند که وقت خداوند به من قوت دو عمر و امکانیت بله بله میدونید وقت آخر اعضایان بعضی از ساحه ها شکایت میکنن که مثلا پولیاوی اما مثل سالهای پیشینه نیست مثلا مثل پیشتر ما درآمد نگرفته ایستاده ایم درآمد حجم نسبت سالهای پیش چگونه باشد یخ میشد یخ اما حرکت خودت وابسته حرکت خودت خب کاربری خودت درآمد خواستی تو حرکت کردی خدا میگه که از من برکت از تو حرکت وقتی که تو حرکت نمیکنی یا باش کنی میشینی و اگه مثلا توی به میبیاد زکاز میکنه دا میگه که ما نیت داشتیم همیش موی گاب زنیم و چند پول 30,000 گفتیدن شما با قیمت من شما خیلی نمیتونم چند پول داده میتونید 1000 سامانده همون بایم رفتن در کار محمود خان چون که آدم نیت کرده که دارد با آمد لیکن نیتش و فکرش راست خود میکنه که شما 1000 سامان باور کنید اما 1000 سامان همون گرفته شما رفته برآمد کرد دلش رو شاد گردانید خدا از دیگر جا شما با چند کرده زیادتر میرسوند خدا میتید این چندی وقت اثبات من به اثبات شدگی این چیز در حیات شخصی شما شخصی خودم به اثبات شدگی این چیز وقتی که من یک کس به دلش رو یافتم و یک کس همون دلش نره انجام من رفته کارش رو بود کردم و خورسندانه کردم من به از دیگر جاها درآمد چندین وینه زیادتر آمد و کم نآمد من نمیگم که او سال دیگر چی بود و حاضر این سال دیگر چی نه هر دوش یک خیل رفته میستد باید حرکت کنید محمود خان خودش انسان باید حرکت کند زندگی خودش به چه خیلی زندگی میکند امروز تو فطیر میخوری یا نانی آبی میخوری امروز تو خلیب خشک میخوری یا بالی خلیب مسلم مالده میخوری هم دسته اینا حرکت کرده آدم خودش برای زندگی خودش برای اویلی خودش یافته حرکت کرده اگر کار کند اگر کارش را کار فرماید هر یک چیز نقشش که ماند امروز من 100 سامانه خوردم تمام نیو اما 100 سامانه میبخشی تونده این هفته درآمد تایمی ابو فکر کن چی همین هفته تونده درآمد تایمی اگر درآمدت باشد گیر خور 100 سامانه نه این هفته درآمدت نباشد میبخشی اما 20 سامان 30 سامانش خورو موندگش مان تو یک فردا هم روز است تو یک درآمد آمده نشه بینندگان عزیز و ارجمند همون انسانایی که ما رو از اون طرف اکران همراهی کرده استودید اولا با شما رحمت میگیم که ما رو تماشا کرده باور کنید توقت کرده تماشا کرده اگر شما تماشا نمیکنید نمیکردید این نوارو مثلا من به خانه خودم و گلباربچه به خانه خودشون تماشا کردن چه اوجه بله با شما رحمت که تماشا کردید با شما هم رحمت که اومدید سلامت باشید من امیدوارم که من بعد
ба даъватҳои дигари мо шумо иқадр моро зиқ намекунед? Апчи. ҳақ қасди рост. Саломат бошед. Ман сурфа кардам хамар. Не, албатта. ҳаракат мекунам. Ягонта барномаи шумо ба наомадагӣ нестам ки ман ҳама барноматон ҳаракат кардам мебинам. Як-ду таш ба хе шуд ҳолат омад шумо ба фаҳмондагӣ будам чӣ. Лекин ман ҳаракат мекунам бо шумо ҳамроҳ. Умуман 1 апрел ман зодрӯзама як рафт монда соати 6 саҳар ман назди шумо ба рафтагӣ рӯзамам аст. Бале, ҳаст. Ёдам ҳаст. Ман шуд чунки гуфтам амҷанда ҳамун вақти сабти чӣ будам? Бале, телевизиони Ази буд. Прямой эфир буд? Пахши мустақим, бале. Пахши гохарим. Пахши мустақим будам ке? Пахши мустақим ба? Ҳамунҷа ба гуфта будам ки ман митхоҳам бениҳоят шумо дӯст медорам, ҳурмат мекунам ва ҳаракат мекунам ки шумо зиқ накунаму биём. Медонед, азбаски дар ҳамин ҷода ҳастам, қариб бо 70-80% ҳунармандон шукр ки муносибати хуб дорам. Аммо шумо дигар инсон ҳастед барои ман. Шумо инсони куллан фарқкунанда таъриф шудасу, хай ҳақиқатро гуфтаед. Ҳеҷ ман нашунидосиам, гуфтан гиред. Шуморо воқеан меписандам, эътироф мекунам ҳамчун инсон. Бизор дар ҷомеаи мо мисли шумо барои инсонҳои самимӣ зиёд бошад. ва як чизи дигарро дар фарҷом хотиррасон мекунам ки шумо ваъда додед ки аз ҳамон хонаи наватон мо як навор пешниҳод мекунем ба бинандагон. Албатта. Як пиёла чояш ки албатта ман тайёр мекунам, шуморо ҷе мезанам подохат. Ҳамин ҳафта омӯдасагиам. Дастовези айсотон ин ҳафта не ва ҳафта. ҳама чизатон гирифта битон нақадитон. Чизае мехоҳад дигиётона? Саломат бошед. Албатта, худо хоҳад иншоалло. Ташаккур. Барои омаданатон раҳмат ва барои марказии стоматологии Садаф ба маъмурияти ин коргоҳ ҳам ташаккур мегӯем ки барои мо инқадар шароит фароҳам оварда истоданд то мо бо чеҳраҳои маъмултарини кишвар суҳбате дошта бошем. Ва гуфтанӣ ҳастам ки агар зарурият пайдо шавад ба дандонҳои зебоии шумо, Садаф дар хизмати шумо. Саломат бошед. Албатта мебием. Саломат бошед, тансиҳат бошед. Бинандагони азизу арҷманд, шумо моро тавассути YouTube канали Аҳрори Channel ҳамроҳӣ кардед. Барои тамошо намуданатон бори дигар сипос. Ва ба YouTube канали мо обуна шавед. Боз бо киҳо суҳбат кардани моро шумо мехоҳед, дар поён нависед. Тансиҳат бошед. барои муолиҷаи ҳама намуди дандонҳоятон мо шуморо дар маркази стоматологии Садаф интизор. маркази стоматологии Садаф давоми 15 сол аст ки барои солимиву зебогии дандонҳои шумо кор мекунад ва талаботи ҳамаи муроҷиаткунандагонро қонеъ менамояд. беҳтарин мутахассисони касбӣ дар маркази мо фаъолият бурда табобаташон ба тамоми стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад. марказ дорои техника ва воситаҳои инноватсионӣ буда муолиҷаи бемориҳои карис, пулпит, периодонтит, кандани дандонҳо ва гузоштани дандонҳои сунъӣ, имплантология, сафед кардани дандонҳо, винирмонӣ ва дигар навъи табобатҳоро бар дӯш мегирад. маркази стоматологии Садаф созандаи табассуми зебои шумо. телефон 92 777 47 47